شرکت تصفیه سازی زغالسنگ ترین زغالا با کیفیت بالا جیسیوی 7400 به بالا در اینجا پروسس میشه. از این کارگر است باز انتقال میدم در میدان. و شکلش که دوستا میبینید ماشین آماده میشه و از اونجا در این قسمت میگذارن. شعار ما میسته که در زمستان کسی بخاری نتکنه. نتکنه. زغالسنگ شستشو میکنن، میشوین و بعد از او باز پروسس میشه و خشک میشه. خشک میشه، کارتان میشه، بسته‌بندی. در این قسمت دوستا میبینین همو زغالایی که تصفیه شده، پروسس شده و آماده شده. بسته‌بندی شده. هر کارتن از این چقدر میه وزنش؟ هر کارتانش تقریبا 21 کیلو می چیزا میاد. 21 کیلو. تقریبا 1500 می چیزا قیمت‌تر میآید. 1500 در تون کارتن از اضافه میآید. باز از همین خاطر ما برای مردمی که اقتصاد ضعیف‌تره پلاستیک مهیا کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی. مال با کیفیت نمی هر دانه ازی یا دو دانه ازی تقریبا 400 تا 500 دوام میاره. ماشاءالله. 400 تا 500 اگر دمی وقت شرکت تصفیه سازی زغالسنگ. سلام و درود خدمت شما وطندارای خوب نازنینم. انشالله که صحتمند و سلامت باشین. اشوا مسومی از پنجره افغانستان در خدمتتان هستم با یک گزارش جدید. در آستانه آمد زمستان قرار داریم. تقریبا هوام سرد شده. نظر به این که چوب سوخت نسبتا قیمت تر است در بازار و بیشتر هموطنی‌های ما که از 100% 80%شان از زغالسنگ استفاده میکنن. خوشبختانه که در کشور خود ما شرکت تصفیه کننده زغالسنگ ایجاد شده. صحبت ها را می داشته باشیم، معلومات میتیم بر شما ازایی که از زغالسنگ استفاده میکنین دیگه نگران خطرش نباشین. ما را همراهی کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. شرکت تصفیه زغالسنگ خوشبختانه که در کشور خود ما و در کابل عزیز ما است. عزیزا مسئولش با ما هستن، صحبت ها رو می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. اول سلام تقدیم می‌کنم به شما و تمام بیننده. علیکم سلام، تشکر. انشالله که خوب صحتمند باشه. وحید نوری مسئول بخش تکنیکی شرکت پروسس زغالسنگ برادران رحیمی هستم. بسیار زیاد خوشحال شدیم نوری صاحب عزیز. در ابتدا خب میخوایم ازتان پرسان کنم چقدر وقت میشه که فعالیت دارید در این بخش؟ فعالیت ما در مجموع 3 سال میشه. ماشاءالله. در بخش پروسس کار میکنیم. بسیار خوب. و دیگه ما همینجا بهترین زغالا با کیفیت بالا جیسیوی 7400 به بالا ما میریم اینجا پروسس میکنیم. بسیار عالی. سالهای قبل دوستا همگی دمی فکر بودن که زغالسنگ تصفیه شده از خارج از کشور میه و بسیار مشکل از خریداری کردنش، یک ذره قیمتش بالاتر بود. بله او شاید گرانتر بیاد از زغالسنگ از ترکیه از کدام کشور بیاد. خب مسئول گمرک داره، همه چی داره، قطعا قیمتش بلندتر میه. بله خوشبختانه که امروز ما این زغالسنگ تصفیه شده را در کشور خود ما داریم با مو کیفیت. بله 100%. شاید از اون کیفیت بالاتر جیسیوی بالاتر ما میزنیم. روزانه چقدر تولید دارین؟ روزانه 40 تا 45 تن همین چیزا تولید داریم. از ابتدای کارتان بر ما معلومات بتین. مواد خام از کجا میاد؟ مطمئنا از داخل خود کشور ما. مواد خامی تو برای شما بگم، ما مواد خام بهترین زغالای بلخاب میاریم که کلا جیسیوی 7000 با بالا داره. ما از زغالا کار می‌کنیم، ابتدا زمین زغالا میخریم، میاریم اینجا تخلیه می‌کنیم، بعد از اینجا میبریم اینجا پروسس میکنیم. باز میریم بخش پروسس نگاه می‌کنیم. ان شاء الله. چی تعداد از هموطنای ما اینجا فعالیت دارن؟ به تعداد 20-21 نفر کارگر اینجا معاش میگیره کار میکنه. ماشاءالله. تمامشون هموطنای خود ما هستن ان شاء الله. بله.
نام خدا، واقعا جای افتخار است. دوستا، هم زمینه کار برای وطندارا ایجاد شده و همی که امی تولیدات در داخل کشور صورت میگیره. بسیار عالی است. از این قسمت شروع میکنیم. نوری صاحب معلومات بتین برای ما. گرفتین شما که مواد خام امی است. بسیار خوب. بعد از این را انتقال میدیم. بسیار کار مشکل است عزیزا. بسیار خوب. مواد خام که از اینجا انتقال میدیم، این داخل از این میکسر میکس میشه با موادهای اولیه. بسیار خوب. از قبیل شیرش، شیره. شیرش چی است؟ میشه کم معلومات؟ شیره یک شیره است به نام شیره لبلبو میگیم، ما از بازار میخریم. دیگه شیرش کایی است. همونطور یک پودر سنگ هم داره. قدازی گرد میشه که تا می کیفیت چسبندگی زیرا به وجود بیاره. باز اینجا که میکس کردیم داخل از شیرشکا میکس میشه. اونجا از اینجا پس قد زغال اینجا گرد میکنیم میره. پس زیر مندازیم دوباره در این ماشینی که شما میبینید. این ماشین در اینجا پروسس میشه. از اینجا کارگر است باز انتقال میدم در میدان. بسیار خوب. این ماشینالات از کجا وارد کردی؟ ماشینالات این ماشین چینایی است. بسیار خوب. این دو تا ماشین هم خود ما ساختیم. ماشاءالله. بسیار عالی. هر دویشه. بسیار خوب. امی یک رقم مواد می داشته باشه خود زغال سنگ که خطر داره، گاز داره، او را چگونه شما تصفیه میکنین؟ این را به اثر شویندگی که میشویی میجی شوشته میشه اما برای شما چی بگم، تیل یا گاز این را از بین میبره میچی. باز از همون خاطر ما دوباره تصفیه شدن مینامیم دیگه خوب چیز نداره نه. ما اینجا میشوییم هم چسبندگی زیر از بین میبریم، خطرات زیر مواد مضر که از بین رفت ما پروسس میکنیم میره. امروی می شیره که گفتین امروی زمون شسته میشه؟ نه امروی آب میشویه. قداب، شیره، شیرش، پودر سنگ. قدمی چند چیزی مخلوط میشه شیره از بین میره. دیگه او اما کیفیت دودش هم از بین میره. هم دودش از بین میره و هم گازات مضر از بین میره. بسیار خوب. بسیار واقعا جالب است دوستا. یعنی زغال سنگ شستشو میکنن، میشوین و بعد از او باز پروسس میشه و خشک میشه. کارتان میشه بسته بندی. همچنان در بازار ارزان. دمی ماشین گفتین پروسس میشه. دمی ماشین پروسس میشه. مطمئنا این ماشینا دیگه به برق زیاد هم ضرورت داره. برق زیاد کار داره. اون یک جنریتور مخصوص از همین ماشین است. در یک ماشین چند نفر باید مصروف باشه؟ در یک ماشین ما تقریبا در تایم 8 نفر. بله. در یک دوره کاری 8 نفر. بسیار عالی است. در یک دوره کاری 8 نفر. باز شب و روز فعالیت میباشه؟ شب روز فعالیت داریم ما فضل خدا. ماشاءالله. چطور است باز فروشات فعلا خو سیزنش است، در فصلهای دیگه باز چطور است؟ فصلهای دیگه خو زغال سنگ یک سودای فصلی است در مجموع. که در زمستان مردم میخره و در تابستان دیگه ما باید ذخیره بکنیم. ما در تابستان کار می‌کنیم ذخیره می‌کنیم، در زمستان باز در بازار ارزان می‌میره. بسیار استقبال مردم چگونه است؟ چون سنگای غیر تصفیه شده هم هستند در بازار که فروخته میشن، در پهلوش این سنگایی که تصفیه شدگی است که شما تولید میکنین. بعض از هموطنای ما هستن که قدر توجه نمیکنن که تصفیه شده خریداری کنن. خویی را مردم باید یک چیز را توجه بکنه، کسی که واقعا به می کشور می اندیشه که فضای از می کشور خراب نشه. اما برای مردم توصیه ما میسته که از زغالای تصفیه شدگی استفاده کنه. بله. همین فضا آلوده نشه زیاد خوبه. هم فضا آلوده نمیشه، هم به صحت خودشان مضر نیست. بله خطراتی که او سنگای غیر تصفیه شده داره بسیار زیاد است. اگه خدای نخواسته از او استفاده کنن تمام فامیل جانشان در خطر است. گازات مضر داره. ما چند مورد دیدم خودم که مردم از بین رفته خانه مکمل. گازات مضر داره، گازات مضرش از بین نمیره. ما زمین خاطر این کارا رو کردیم، اینجا زمین کار برای یک چند کارگر فراهم شده. بله. هم یک لقمه نان حلال ما خودیم از پالوی زمین میخوریم، خوب است برای ما. به خارج از کشور هم صادرات دارین یا خیر؟ نه خیر. فقط کابل و ولایت؟ بله کابل و ولایت. بسیار عالی. عزیزا بیننده باشین، صحبت های ما ادامه داره انشالله. مراحل دیگه هم هست در موردش براتون معلومات میدیم. نوری صاحب عزیز بفرمایید، هم صحبت ها رو می داشته باشیم. شما گفتین که مواد خام از بلخاب میارین، در حالی که جای دیگه هم از معادن زغال سنگ زیاد داریم و نزدیکتر هم هستن. آیا اونا کیفیتشون خوب نیست یا خیر؟ بله بدون شک زغال از زغال طلا برفک میگه کیفیتش پایین است. همچنان در رسوف هم کیفیتش از برفک بالاتر است. باز ما کوشش کنیم بهترین زغال برای مردم تهیه کنیم. قطعا قیمت گرانتر است سر ما. و
بهترین نمو زغال که شما میارین از امو بلخاب است دیگه. بلخاب بسیار خوب. در این قسمت چی است میشه برام معلومات بدین دربارش؟ این قسمت هم پودر سنگ پیشتر براتون گفتم. اموسته. بسیار خوب. امی زغال خودش مثل سنگ می باشه اول یا مثل خاک واره که در بیرون دیدیم؟ زغال اول مثل سنگ هم داره، جغل داره که ما ایرا میگیم به اصطلاح هم زغال فروشی ها یک بیلبار میگه و سورد میگه که زغالای کلان کلان است. باز ما خاکش میخریم. خاکش میخریم. بسیار خوب. بزرگ تصفیه میکنین و به سنگ تبدیل میکنین. بسیار عالی. چقدر وقت در بر میگیره که مثلا یک تن زغال تصفیه شود؟ یک تن زغال شاید حدود 1 ساعت، نیم ساعت. بسیار همین چیزا تصفیه میشه خلاص. بسیار عالی. بسیار یک بوی خطرناک هم داره. خب گفتم ما پیشتر هم گفتم گازات مضر در زغال موجود است. خطرناکترین گاز بدترین گاز در زغال موجود است. بسیار خوب. مواد مضرش که تخلیه میشه از ما چیز فایده میرسه یا خیر دیگه نه؟ او هیچ فایده نداره. ما کوشش میکنیم به هر نحوی میره از بین ببریم. هم مضرگی زغال از بین بره. بله. برای صحت مردم مضر نباشه. بسیار خوب. بیشتر میریم در قسمت بخش بسته‌بندی یا مطمئن است دیگه. در مورد بخش بسته‌بندیش بر ما بگوین چی دیده از هموطنا اونجا کار میکنن بعد از اینکه تصفیه میشه خب میره به مرحله خشک شدن. خشک شدن بله. بسیار خوب. و در آفتاب خشکش میکنین یا او هم کدام ماشین چیزی داره؟ والا فعلا که ما پیشتر برای شما گفتیم که ما اینجا تقریبا چند وقت در بر میگیریم ما تابستان کار میکنیم. بله. به خاطر خشک شدن از چون ما امکانات پیشرفته از نداریم که خشک کنیم. از این خاطر تابستان کار میکنیم ذخیره میکنیم. و از طرف زمستان اگر بیشتر تقاضا زیادتر باشه باز چی؟ قطعا ما آمادگی خود میگیریم که یک جای مناسبی برای خشک کردن است تیار کنیم. بسیار خوب بسیار خوب. در این قسمت دوستا میبینین همو زغالایی که تصفیه شده پروسس شده و آماده شده. بسته‌بندی شده. هر کارتن از این چقدر میه وزنش؟ هر کارتنش تقریبا 21 کیلو میشه میه. 21 کیلو. بسیار خوب. قیمت ها باز چطور است؟ آیا هموطنای ما خب تقریبا بیشتر از مردم ما اقتصادشان پایین‌تر است و ضعیف‌تر است. توان خریداری از این دارن یا خیر؟ بله بدون شک از زغالایی که از بازار میخره اینا جغل اینا قیمت ما ارزان‌تر از اوناست. ما کوشش می‌کنیم ارزان‌تر از اونا در بازار عرضه کنیم. بسیار عالی. بسیار عالی است. و بیشتر کسایی که فکر میکنن که تصفیه شده ها همیشه از خارج میایه دوستای نمونه کار هموطنای خود ماست که زحمت میکشن و بر ما مردم خدمت میکنن. زغال سنگ یک ماده بسیار خطرناک است ولی چون اقتصاد مردم ضعیف است از چوب کده بیشتر از این استفاده میکنن این تصفیه میکنن تا ما در امان باشیم و از خطرش محافظت شویم. دوستا میریم بیرون و میبینیم زغالایی که بعد از پروسس به خاطر خشک شدن مانده شدن اینجا در موردشان صحبت میکنیم. ناگفتن همونه که اینجا مکمل تمامش زغال است دیگه بسیار جنجالای خود داره بیننده باشین. خب دوستای عزیز قسم که نوریسا بر ما فرمودن که تعداد 20 تا 21 نفر کارمندا اینجا هستن از نقاط مختلف شهر به اینجا میایند تا کار کنن و بسیار خوب است از اینکه زمینه کار برشان مساعد شده. مطمئنا تمامش جوانا هستن. بله بدون شک جای شک نیست. وطندارای ما مصروف از همین کار است. ما هم خدا رو شکرگزار هستیم که 20-21 نفر همینجا امرار معاش مونه. برای ما جای خوشبختی است. بدون شک. و هر قدر تقاضا زیاد شه و تولید شما زیاد شه مطمئنا تعداد کارمندان بالاتر میره. قطعا باید بالا بره. از مردم ما تقاضا میکنیم کوشش کنن که از تولید وطن استفاده کنن چون هم زمینه کار مساعد میشه و همی که بر اقتصاد خودشان هم بهتر است. در این بخش امی زغالا در پلاستیک است ولی در بخش قبلی در کارتن بود. درباره از بر ما بگید. ما پیشتر برای شما گفتیم شما یادآور شدین اقتصاد مردم قطعا ضعیفتر است. ما با می باور هستیم اگر این زغالا رو در کارتن بسته‌بندی کنیم همین قبلا نشان دادیم در کارتن تقریبا 15 صد همین چیزا قیمت‌تر میآید. 15 صد در تون کارتن اضافه میآید. باز از همین خاطر ما برای مردمی که اقتصادشون ضعیفتره پلاستیک مهیا کردیم. بسیار عالی بسیار عالی. چون کارتن دیگه یک ذره قیمتش بالا میشه بازده قیمت پایین‌تر است دیگه. بله در پلاستیک قطعا قیمت پایین‌تر است. یا ممو وزن کارتن نداره یا نه؟ خب مکمل اینا در تون فروخته میشه. چه داخل کارتن باشه چه در پلاستیک باشه. بسیار خوب. باز ما در تون تقریبا گفتم پیشتر 1500 روپیه تفاوت میاد.
از همون خاطر ما در پلاستیک هم مهیا کردیم میره. بسیار عالی است واقعا که عزیزایی که نمیتونن مثلا از زغالایی که در کارتن از خریداری کنن کیفیت خام یک کیفیت یک کیفیت است. اتفاق نداره. نه. بسیار خوب. فقط به خاطر بسته بندیش که قیمت یک ذره بالا میبره بر شما عزیزا در پلاستیک مهیا ساختن. اینجا هم دوستا میبینین زغالایی است که به خاطر خشک شدن مانده شده. اینا هم یک شکل دارن یا نه شکلای مختلف هم میشه ازشان جور شود؟ از اینا میشه هر شکلی که ما بخوایم آماده میتونیم. ما می شکلش فعلا در نظر گرفتیم بهترتر است. ما از همه خاطر در نظر گرفتیم. هر دانه از این چقدر مدت به سوختن میگیره؟ باز تو نیست که مثلا بسیار زیاد زود سوخته شوه یا زیاد گرم کنه؟ خب ما پیشتر برای شما گفتیم که ما کوشش می‌کنیم مال با کیفیت درست کنیم. بله. مال با کیفیت نمی هر دانه از این یا دو دانه از این تقریبا 400 تا 500 دوام میاره. ماشاءالله. 400 تا 500. اگر دمی وزن دمی اندازه زغال جغل پرتیم قطعا ما و شما خود کار کردیم دیدیم که از نیم ساعت به بالا دوام نمیاره. دوام نمیکنه. بسیار زود خاک میشه، خاکستر میشه. بله. این دیگه تقریبا مثل مرکز گرمی وار کار میده. مثل مرکز گرمی کار میکنه. واقعا که 500 تا 400 تا 500 دوستا کار میته و همون نرمال میباشه دیگه. بسیار زیاد گرم هم نمیکنه. خب ما از همین خاطر گفتیم یک پروسس میشه. بله. اما گازات مضره ازی اما زغال جغل که حرارتی زیاف داره نه هم گازات مضره ازو میسوزه. بله. که ما رو از بین میبریم. اینجا ما گفتم که بهترین مال با کیفیت ترین مال ما برای مردم مهیا میکنیم ان شاء الله. واقعا عالی است. خدا من شما را اجر نصیب کنه و بیشتر خانم‌ها همین دغدغه‌شان همین میباشه که بخاری چرا زود دود میگیره و زغال سنگ خود دودش دیگه معلوم است به کلگی. اینا ان شاء الله که از اون مشکلات ندارن دیگه. نه این زغال که ما تیار میکنیم شعار ما میسته که در زمستان کسی بخاری نتکنه. ماشاءالله. نتکنه قطعا ما دودایش از بین میبریم. از استفاده کنین دیگه کاملا بیغم. بسیار عالی، بسیار عالی. و در این قسمت هم از دوستا زغالا و او قسمت هم از نام خدا بسیار همی شرکت و فابریکام جای کلان است. قطعا وقتی در یک جایی که 20 یا 21 نفر کارگر باشه جای کلان کار داره. بسیار عالی است. عزیزا بیننده باشین. انشالله صحبت های ما ادامه داره. کوشش میکنیم با چند تن از کارمندان صحبت داشته باشیم. ما را همراهی کنیم. دوستای عزیز قسمی که میبینین کار فعلا دیگه شروع شده و جریان داره. اما قسمی که نوری صاحب بر ما گفتن اول شستشو میشه. بله بخش ترکیبات چه ما عین مال برای شما نشان میدیم. اوجا گفتیم موادهای ترکیبی ازی حل میشه. بله. همین دوربین شما میگیره. بخش ترکیبیش است. بسیار. والا آفرین از این جوانایی که کار میکنن. بسیار کار مشکل است دوستا. شما خودتون در تصویر میبینین که یعنی در این حد کار ثقیل شاید هیچ کار نباشه. قطعا نیست. از ما از مردم خواهش دارم که اینمی رونق کار ما را حمایت بکنه. از همین کار ما که زمینه کار برای یک چند هموطن هم فراهم میشه. بسیار جای شکر است. اما قدر که اینا زحمت میکشن یک چیز هموطنای ما توجه کنن از تولیدات وطن استفاده کنن تا که همون یک نتیجه بر شما هم داشته باشه. بدون شک همه چیز است که میگه تولید وطن افتخار وطن. بدون شک بله افتخار وطن. ما افتخار داریم در که در یک بخش ما همه خدمتگار از همین مردم خود قرار گرفتیم. برای ما کلان جای شکر است. بدون شک بله. و ناگفتن همونه که کار زغال سنگ و تصفیهش فقط در کشور ما قدر جنجال داره ثقیل است یا در تمام کشورها اینطور است؟ قطعا در تمام کشورها اینطور است. شاید در کشورهای دیگه از یک قدم طاقت فرساتر باشه. بله. باز اونا یک امکانات پیشرفته تر در اختیار داره که ما متاسفانه که نداریم دیوانه. در پالوی از این که اقدر سهولت است برای هموطنای ما حمایت شما ضروری است عزیزا. برای جوانایی که کار میکنن برای تجارایی که زمینه را مساعد میسازن بسیاری سهولت ها شاید امیال شما نداشته باشین. قطعا نداریم سهولتی که در کشورهای دیگه است که ما نداریم. و باز ما هم کوشش میکنیم که بهترین وسایل را برای کارگران مهیا کنیم تا یک زمینه کار خوبتر مهیا شود در کشور خود ما و شما. بسیار عالی است. واقعا که کارشان بسیار مشکل است عزیزا و اینا دیگه سر کارشان که زغال و خاک یا مکمل
سر کار ما قدم زغال است. وقتی که مواد مضر از این تصفیه میشه و جدا میشه، باز بر کسایی که اینجا کار میکنن کدام ضرر خو نمیرسه؟ نه این در قسمتی خام بودن مواد تصفیه شود ضرر ندارد. تنها گازات مضر در هنگام حرارت به وجود میاد. وقتی که بسوزه گازات مضر به وجود میاد. بدون از دیگه کدام تو مرحله کدام مشکلات نداره. خداوند خیر بده عزیزا که اینجا کار میکنن. واقعا که دوستان من صحبت ها رو همراهشان می‌داشته باشم، شما بیننده باشین. نوری صاحب بعد از شستشویش از دیگه بعد از مراحل میکس ازی اینمی تمام شد نه، بعد از این میریم در پروسس ازی. بسیار خوب دوستان میبینین که از خاک به رقم چسبندگی تبدیل شده. بله حالا دیگه بخش پروسس ازی است. و حالا دوستا در ماشینی که پروسس میشه اضافه میکنن و شما هم در تصویر میبینین که چگونه پروسس میشه و چقدر وقت در بر میگیره. همین مراحل ترکیبیش که مواد دیگر همراهش ترکیب میکنین تقریبا 15 دقیقه وقت گیره. 15 دقیقه کمتر میگیره چون ما آماده نبودیم. از 15 دقیقه کمتر وقت میگیره. بله. باز اگه برق باشه بخیر کارتان است. برق باشه دیگه ما مشکل نداریم. تنها مشکلات زیاد فعلا در ببرقی و شما است. باز می فابریکه و جایی که تولیدات داخلی دارن بسیار زیاد به برق نیاز دارن. بسیار شدید هم در برق نیاز دارن. و اینجا دیگه پروسس به مرحله آخر میرسه. مرحله پروسس. و شکلش که دوستان میبینین در ماشین آماده میشه و از اونجا در این قسمت میگذارن. بسیار مگم وقت کم میگیره. تقریبا در دقیقه 30 تا 35 دانه تولید میکنه. و ببینید دوستان که اگر برای هموطنای ما امکاناتی که در خارج از کشور مهیا است اینجا مهیا باشه، چقدر اینا خوب کار میکنن، با مو صداقت با مو کیفیت کار میکنن و امکانات داشته باشین، برق باشه، انشالله که دیگه پیشرفت میکنن. خاصا ما که امکانات داشته باشیم، گفتم فعلا همه چیش از خود ماست، از مواد خام گرفته تا ترکیبات از مکمل تولید خود وطن است. اگر می دستگاه پیشرفته و خوبتر مهیا شود زمینه کارم زیادتر فراهم میشه. در کل در افغانستان چند شرکت است که زغال سنگ تصفیه میکنه؟ فقط شما هستین یا دیگه شرکت هم هست؟ دیگه شرکت ها هستن، قدم ما از تعدادشان خبر ندارم. وطنهای دیگه ما هست که در این بخش کار میکنن. واقعا عالی است دوستا. از 0 تا 100 تصفیه شدن زغال سنگ در این برنامه براتون مشاهده کردین و رونمایی کردیم. ما هم صحبت ها را داشتیم، شما میبینین مراحل که جریان دارن و میشه که بر ما ایره بگوین که این ماشینالاتی که شما وارد کردین، البته هم این ماشین که از چین گفتین وارد شده، قیمت های گزاف داره دیگه؟ قیمت های گزاف داره، از 10 الی 16,000 دلار قیمت از این ماشین است. و دو ماشینی که خودتان آماده ساختین دیگه او افتخار وطن است، تولید وطن است. بله بدون شک. واقعا عالی است. وطندارا بیننده باشین. بله دوستا، و قسمی که میبینین پروسس تمام شد و اینا میرن دیگه به مرحله خشک شدن. بله. چقدر وقت در بر میگیره تا خشک میشن؟ 8 روز الی 7 روز خشک میشه. خشک شدن از دیگه وقت زیاد میگیره. وقت زیادتر میگیره. بله. اگر ماشینالات باشه به خاطر خشک شدن دیگه بخی آسانتر میشه. آسانتر میشه کار ما. شاید در یک روز یا کمتر از او خشک شود.
امکان داره در 3 ساعت یا 4 ساعت خشک بکنه. امکانش هست. خزینه گزاف کار داره. بله، یعنی همینقدر امکانات که باشه همینقدر کار آسان میشه. قطعا امکانات کار امکانات میکنه در اصل. بله. و ماشینالات بسیار رول مهم داره. رول مهم داره ماشینالات. حرف اول در کل تولید، نه تنها در تولید پروسس زغال سنگ، در کل تولیدات ماشینالات حرف اول میزنه. بله. و دوستان به مرحله خشک شدن میرن که 7 تا 8 روز در بر میگیره تا اینکه این سنگا خشک میشن. میشه در مورد از این بر ما بگوین که از زمانی که شروع کردین تا به امروز که تقریبا 3 سال میشه چقدر هزینه مصرف شده از اینکه مثلا شما ماشینالات خریداری کردین، کارخانه رو سر پای ساختین، کارمندا اینجا کار میکنن، چقدر هزینه شده؟ از شروع کار قطعا هزینه ما کمتر بودن. تنها می ماشین خریدیم هزینه می بوده و هزینه کمتر مصرف کردیم اینجا. و این سال که سال سوم است شاید بالای 100-120 لک روپیه ما مصرف کرده باشیم تا حال. انشالله باز هر قدر که تولیدات زیاد شود مطمئنا در ابتدا یک ذره مصارف خودم می داشته باشه و بعداً پیشرفت زیاد میشه، هموطنام استقبال میکنن و برای شما یک نتیجه خوب میده. انشالله که ما همچنین تقاضایی از مردم داریم که ما را استقبال بکنه. و دوستا شرکت برادران رحیمی انشالله که دمی کل عرصه منظمتر موفقتر عمل خواهیم کرد انشالله. و انشالله که عزیزا منتظر روز باشیم که شرکت رحیمی یا هر شرکت تولیدی که در افغانستان باشه صادرات به خارج از کشور به کشورهای همسایه داشته باشه که ما خودکفا شویم و در بین جهان یک نام از افغانستان بلند شود. بسیار زیاد سپاسگزار شما هستم، ما را همراهی کردین، در برنامه معلومات دادین و اگر گفتنی داشته باشین کامرا در خدمتتون هستم. تشکر خاص منم از شما، همچنان از بینندای محترم شما سلامت باشین و همچنان از مردم عزیزی از کشور که ما را حمایت میکنه در این عرصه. بخیر سلامت زنده باشین، بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. وطندارای خوب نازنین، سپاسگزار شما همچنان هستم که بیننده برنامه ما از فابریکه تصفیه سازی زغال سنگ در کابل و در افغانستان بودین. انشالله که مورد نظرتان بوده باشه. تولیدات وطن بر شما به نمایش گذاشتیم، زحمت هموطنای ما را دیدین و تقاضای ما از تمام مردم افغانستانی است که تولید وطن حمایت کنیم و استقبال کنیم. این بود برنامه امروز عزیزا. تا برنامه بعد شما عزیزا را به خداوند یکتا بی همتا میسپارم. الله نگهدارتون.